در شب معراج وقت جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم با رب العالمین صحبت میکرد، رب العالمین چند چیزهای سیره را یعنی ناآشکار را برای او بیان کرد. و ای محمد گفت فهمیشو دیدن من به اون حدی هست که او ای محمد گفت وقتی که حضرت یونس علیه السلام در تحت دریا بود، یعنی کافرها امتهاش سرش کردن، قصد کشتنش داشتن، حضرت خود در دریا انداخت. وقتی خودش در دریا انداخت یک ماهی کلانه، یک نهنگ او را فرو برد، یعنی خوردش. حضرت یونس علیه السلام در درون شکم ماهی یک دعای زیبایی کرد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این دعاش در خداوند بسیار خوش آمد. وقتی جناب پیغمبر با الله رب العالمین صحبت میکرد، گو ای محمد، گو این لحظه وقتی من با تو صحبت دارم، تو را دیده ساده ام، صدات میشنوم. دیدن من به اون حدی هست که وقتی حضرت یونس نهنگ خورد، یعنی در درون شکمی نهنگ بود، یونس در درون یعنی که شکمی نهنگ در تحت دریا، من بالای عرش چی نوعی که ترا دیده سادم سخنت میشنوم، این چنین گفت یونس دیدم و سخنهاش شنیدم. ببین این بینش من است، شنیدن من گفت به حدی هست که صدای شلفه پای مورچه را میشنوم. مورچه وقتی ره میگرده ما نمیشنویم. صدای زدن گرد آفتاب وقتی میرد در زمین میافته، تا قصد افتادن او را صدای افتادن شگو میشنوم. اینها سیرهایی هستن که ما و شما یعنی که نمیشنویم، نمیبینیم. گرد آفتاب بعض انسانه که یعنی بینایی چشمش خیرتر باشه نمیبینه، اما رب العالمین گفت من از حال این خبردار است، از قدم مورچه خبردار هستم. در زمان حضرت سلیمان علیه السلام قحطی آمد، حضرت سلیمان میگه قوماش گیری به صحرا را یعنی که طلب باران و دعا کردن بیرون شد. وقتی در راه میرفتن گفت سلیمان علیه السلام دید که یک مورچه در زمین با پشت زده از دستا و پاها را سنی بالا داره دعا در اللهم انا خلق من خلقک، پروردگار من یک خلق از خلق تو هستم، من از رزق و از نعمتهای تو به نیاز نیستم، من محتاج تو هستم. از سلیمان قوماش را گفت بیسته، گفت میگردیم از راه. گفت خداوند دعا را قبول کرد، گفت نه دعای ما را، گفت دعای دیگر مخلوق شد. از خدا امید است که خداوند یعنی باران رحمت و رزق برای ما میفرستد. این بیناییش شنیدن الله رب العالمین است. به همین خاطر خداوند ما را خطاب داره که ان الله خبیر بما تعملون، پروردگار خبردار است، آگاه است از او عملهایی که میکنی، چی عملی نیک باشه چی عملی بد. برادری بزرگوار من، اگر عملی نیک کردی، عملی خوب کردی، رب العالمین چقدر خوشحال و خرسند میشوه از تو، چقدر وقتش خوش میشوه از تو، چقدر راضی میگرده از تو. اما عملی بد کردی بسیار ناخوب است، چون که خداوند خجالتمند میشه، ناراحت میشوه. رب العالمین میگه من هیچ از تو انتظار نداشتم، من از تو امید داشتم، تو بنده خوب هستی، بنده با وفایی، صاحب تا میشناسی، به قدر نعمتهای من میرسی.